ما یک نواری داریم امامتی، یعنی که اقتدا کردن به شخصی اهل بدعت یا فاسق. امام بخاری هم در صحیح بخاری چنان باب گذاشتن، باب درباره امامتی کردن شخصی فاسق یا شخصی مبتدع، و از سلف این امت، از علما، از صحابه های تابعین نقل ها کردن. همون نوار گیرید گوش کنید. در مسئله تیوی هست برادرای عزیز، مسئله تیوی زیاده از 1000 مسئله نشر کرد. یعنی همین صحبت های درازی ما رو میگیرد و این صحبت ها دارای صدها مسئله هست. در یک صحبت مسئله یعنی چی؟ مسئله به یک سوال یک جواب. خرگوش حلال است یا حرام؟ حلال است. همین یک مسئله میشه. علم است. عالم ها میگن که ما این علم رو یک حدیث دو حدیث، یک مسئله دو مسئله کرده جمع کردیم. یک بار عالم نشدیم. یا مسئله دو مسئله، یا حدیث دو حدیث جمع کرده حفظ کرده خوانده عالم شدیم. بنابراین همون مسئله های گوش کنید. 1 دقیقه 2 دقیقه هیچ واقعی نداره. در همین سری کار و در هر وقت نوشیدنی چای و در همه جا میتونه علم گیرید. برادران کوشش کنید.